بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مواردی که ما به عنوان یک مسلمان باید به آن بیشتر توجه بکنیم و مد نظر ما باشد در زندگی دنیا و اعمال دینی و عبادت هایی که انجام می دهیم، این نکته هست که بر مواردی که محبوب الله متعال هستند، عبادت هایی رو و کارهایی رو که الله متعال بیشتر می پسندد و به خاطر اون کارها خود انسان هم محبوب الله متعال می گردد، ما باید به این سری کارها اهمیت بیشتری رو بدهیم. کارهایی که الله متعال میپسندد، گفتار و کرداری که الله متعال میپسندد، باورهایی که الله متعال میپسندد، اماکن و زمانهایی که الله متعال میپسندد، موارد بسیار زیادی هستند. انشاءالله در لابلای این برنامه سعی میکنیم که تعدادی از مواردی را که الله متعال میپسندد و با انجام آنها انسان محبوب الله متعال میگردد، این سری موارد را خدمت شما انشاءالله بیان خواهیم کرد. یکی از موارد بسیار مهمی که الله متعال میپسندد، بلکه جزو بهترین و برترین مواردی هست که الله متعال میپسندد، فرایض الهی هستند. اعمالی و کارهایی که الله متعال آنها را بر بندگانش و بر مسلمانان فرض کرده، واجب هست که همه من و شما اون کارها را انجام بدهیم. در روایتی که امام بخاری رحمت الله علیه نقل کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می کند از الله متعال، یعنی یک روایت قدسی هست که الله متعال می فرماید: من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر کس که با اولیاء من، با دوستان من، با نزدیکان من دشمنی بکند، من با او دشمنم. به عنوان یک مقدمه رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله رو از الله متعال نقل می کند: من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر کس که با دوستان من دشمنی بکند، من هم با او دشمنم. ولی الله یعنی چی؟ دوستان الله چه کسانی هستند؟ دوستان الله آن کسانی هستند که الله را می شناسند. مگر می شود بدون شناخت با کسی دوستی کرد؟ ممکن نیست. اولین مرحله و اولین پله دوستی آشنایی هست. پس بنابراین اولیاء الله و دوستان الله آنهایی هستند که الله را می شناسند، با نامه‌ها و صفات الله آشنا هستند، با حقوقی که الله بر بندگانش دارد آشنا هستند. آنهایی که الله را می شناسند و عبادتش را انجام می دهند. انسانهای خداشناسی که عبادت گزار الله هستند و در عبادتشون هم اخلاص دارند و هم اتباع و پیروی دارند. اولیاء الله کسانی هستند که الله را می شناسند و می پرستند و پرستششون خالصانه برای الله متعال هست و بر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. تنها راه رسیدن به ولایت و دوستی الله متعال که انسان بشود ولی الله، دوست الله متعال، همین یک مسیر هست.
ایمان به الله و شناخت الله، انجام دادن دستورات الله خالصانه برای الله طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کسی که در غیر این مسیر ادعای ولایت بکند و مردم او را ولی بنامند، دوست الله بنامند، مطمئن باشید که دروغگو هست. این جمله را الله متعال به عنوان مقدمه فرمود: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر کس با دوستان من دشمنی بکند من دشمن او هستم. بعد از این الله متعال بهترین راه ولی شدن را، نزدیکترین مسیری را که انسان را به دوستی الله متعال میرساند و مقام اولیاء اللهی را انسان میتواند کسب کند، الله متعال در این حدیث معرفی میفرماید: و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیه. هیچگاه بنده من نمیتواند با کاری به من تقرب بجوید بهتر و محبوبتر از کارهایی که من بر اون فرض کردم. یعنی این که الله متعال میفرماید اگر میخواهید که مقرب دربار الله متعال باشید، اگر میخواهید که جز اولیاء الله باشید که دشمنی با شما دشمنی با الله باشد، هر کسی با شما دشمن شود الله متعال هم با او دشمن هست. راهش این است که ما به وسیله عبادات و کارهایی که الله متعال فرض کرده به الله متعال تقرب بجوییم. و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیه. یعنی الله متعال انجام دادن فرایض را دوست می دارد. فرض یعنی واجب، اون چیزی که باید انجام بدهیم، اعمالی را که الله متعال در قرآن کریم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنت خودش اعلام کرده که اینها بر شما فرض هستند. فرضها و واجبات شرعی هم ظاهری هستند و هم باطنی. فرض باطنی مانند شناخت الله متعال، ایمان به الله متعال، ترسیدن از الله متعال، امیدوار بودن به الله متعال، توکل کردن بر الله متعال، اینا اعمال قلوب هست، کارهایی که فرض هستند و این کارها باطنی هستند، یعنی با دل ما میتوانیم این کارها رو انجام بدهیم. یک سری کارهای ظاهری هستند، ما باید اونها رو انجام بدهیم با اعضا و جوارح خودمون، مانند نماز و مقدمه نماز که وضو هست، مانند زکات، مانند روزه، مانند حج و بقیه عباداتی رو که الله متعال بر ما فرض کرده. اگر میخواهیم که محبوب الله بشویم، کارهایی رو که محبوب الله هستند و الله میپسندد باید انجام بدهیم. اینها فرایض الهی هست. غیر از این موارد دیگری هم بر ما فرض هست. بر ما فرض هست که از گناهان پرهیز بکنیم. یعنی فرایض الهی دو جنبه داره. یکی انجامشون فرض هست، یک قسمتی از عبادات انجام دادن کار عبادت هست، باید انجام بدهیم، و یک بخش دیگر انجام ندادن کار عبادت هست. یعنی عبادات ترکی، عبادات فعلی داریم که انجام بشوند و عباداتی که باید ترک بشوند، یعنی ترکشون عبادت هست، مانند زنا و قتل و شرابخواری و ربا و خوردن گوشت خوک و تمامی محرمات و فواحشی که الله متعال اونها رو بر ما حرام کرده. پس بنابراین تمام فرایض را باید انجام بدهیم و از تمام منهیات الله متعال باید ما پرهیز بکنیم. این راه بهترین راه و نزدیکترین راه است برای رسیدن به محبت الله متعال. هرچند که ما بیشتر این عبادت ها را انجام بدهیم
یعنی فرایض الهی رو ما پایبند باشیم، به همان اندازه درجه دوستی الله متعال با ما بیشتر خواهد بود. به همان میزان ایمان ما به الله متعال و محبت ما به الله متعال بیشتر خواهد بود. پس بنابراین بیاییم طبقه بندی بکنیم اعمال خودمان را، عبادات خودمان را. در مرحله اول عباداتی که بر ما فرض و واجب هستند، عباداتی که انجام دادنشون فرض هست، کارهایی که با انجام آن ما الله متعال را عبادت میکنیم، مانند نماز و روزه و زکات و حج و بقیه اعمال عبادی. و همچنین کارهایی که ترک آنها عبادت هست، اینها رو در اولویت کار خودمون باید قرار بدهیم. از تمامی محارم، از تمامی فواحش و محرماتی که الله متعال آنها را برای ما ممنوع کرده دست بکشیم. اگر ما این گونه عمل کردیم، مطمئن باشیم که یک دستاویز بسیار محکمی را که ما را به محبت الله متعال میرساند انشاءالله ما برای خودمان حفظ کردیم و به آن چنگ زدیم. امیدوار هستم که الله متعال به همه من و شما توفیق بدهد که خود را جزو محبوبان الله متعال قرار بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.